به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام برادران گرامی، خواهران ارجمند. درس 11 است از سلسله درس های عربی برای نواموزان. الفبای زبان عربی حرف را. رأسون 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 سر. ریالون 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 ریال پول سعودی، عربستان سعودی. رمانون 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 انار. خب رأسون شکل تنهای کلمه است، جمعش رؤوسون رؤوسون و ارؤسون و ارؤسون. ریالون ریالون شکل تنهای کلمه، جمعش ریالاتون ریالاتون. رمانتون و رمانون رمانتون و رمانون شکل تنهای کلمه هستند این دو کلمه، جمعش رماناتون رماناتون رماناتون. خب در اینجا طرز خواندنش هم با حرف های تاجیکی ifade شده است. این بود درس 11. تا درس نوبتی، خدا حافظ.